سلام دوستان، سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید. و ما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند. و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز می گیرند. با شما برای کار. السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم شما خوب هستید. بر شما سلامتی خواهان هستم. امروز جمعه بود، 14 نوامبر. $100 برابر شد با 921 سومن و 22 دیرم و اینچنین 100 یورو برابر است با 1068 سومن و 33 دیرم. دوستان خواهد در ویدیو لایک کنید، با کانال подписаться میشین نمیشین اختیارتان راستی. دیگه یگون موضوع هم نیست غیر از همین کورس روبل حرکت میکنیم که این بعد نوارهامانه نو کنیم انشالله. کو بگین شما ما خیلی ویدیو کنیم شما دم کورس روبل همه گفتنم شرط نیست. 111 سومن دیگه نمیدونم چی بگم تون. برادران و خواهران عزیز، کسانی که خواهش پرویرکای پاسپورت دارین، مرحمت به همین رقم‌های در روی اکران بوده زنگ زنید. البته تمام دنیا را به شما پیشنهاد میکنن اینه که پرویرکا میکنن و این دوستان کسایی که میخوان که پتنشون در بعض هست نیست ایش هم تفتیش میکنن و این کسایی که در MVD اشتراف دارن یا اینکه در این باره هم بر شما کمک خودشان میرسونن. البته پرویرکا یعنی که تفتیش کردن زگرم پاسپورت برای همه آسان شد. مرحمت نویسین در واتساپ جواب میدهند.